محققان برای کاهش آلرژی کودکان به بادام زمینی پیشنهاد می‌کنند که محصولات غذایی مبتنی بر بادام زمینی در سنین پایین به کودکان معرفی شوند تا به طور مؤثر سیستم ایمنی آنها را برای تحمل این ماده آموزش دهند. پیش از این به والدین توصیه می‌شد که تا حداقل 3 سالگی فرزندانشان را از قرار گرفتن در معرض این مواد غذایی منع کنند. این مطالعات یافته‌های امسال را تکرار می‌کند که در آن تحقیق اضافه کردن بادام زمینی و تخم مرغ به رژیم غذایی در حدود 6 ماهگی با کاهش قابل توجه تعداد آلرژی‌های ایجاد شده مرتبط بود. مطالعات آینده می‌توانند به طور بالقوه شیوه‌های تغذیه‌ای خاصی را بررسی کنند که به ما کمک می‌کنند زمان، دفعات و دوز غذاهایی را که به محافظت در برابر آلرژی‌های غذایی کمک می‌کنند را بهتر درک کنیم. نکته: این کار بهتر است با مشورت پزشک انجام شود.